سلام علیکم شنونده های محترم. یک چیز را به سمع شما میرسانم، نصیحت برای فرزند و پدر. پروردگار هر یک کس انصاف و توفیق بتید گوشینید و حلاوت برید. قدردین 80 ساله میخواند: هر کسی بر دل خود مهری پدر ندارد. هر کسی بر دل خود مهری پدر ندارد. بی شبهه میتوان گفت عقل بسر ندارد. به یک دعای پدر کی میرسی بجای، حیفا بهار عمرت یک برگ تر ندارد. با کار غیر عمر آواره است سرسان، فوتیده والدینش لیک او خبر ندارد. نیکی به او بخواهم اما هزار افسوس، بر قلبی همچو سنگش پندم اثر ندارد. خواهد وگر نخواهد شاهانی پند خواند. خواهد وگر نخواهد شاهانی پند خواند. بهتر از این در عالم او سیم و زر ندارد. خانم تبزن بابای حاجی.